إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. صدق الله مولانا العظيم. إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد وحكم الشارع ومسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. هر فن و هر علم را که ما آغاز میکنیم مبادی و یا هم اصول 10 گانه داره که به 10 چیز شناخته میشه. یعنی قبل از این که ما در بین علوم القرآن و تفسیر قرآن کریم داخل شویم، خوب است که مسائل و یا هم قضایای 10 گانه‌ای که مربوط از این علم میشه او را کمک بررسی بکنیم. از هر علم 10 قضیش و یا هم 10 مقدمه میگین یا مطلب میگین و یا هم مباحث میگین فرق میکنه. به می خاطر این شعر را که علمای علوم القرآن در کتابای خود نقل کردن و انشالله 1-2 مرتبه دیگه هم من تکرار میکنم که دوستایی که میخوان بگیرن این را باید نوشته بکنن و قضایا و یا هم مبادی 10 گانه هر علم را بر ما میگه به شکل عموم، به طور عموم که 10 چیز یا 10 مطلب و یا هم 10 قضیه در شناخت هر علم، در شناخت هر فن ضروری هست. ان مبادئ كل فن 10. ان مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد وحكم الشارع ومسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. یقینا ان مبادی مقدمه، قضایا، مباحث، کل فن از هر فن، از هر علم، چی علوم اسلامی و چی هم غیر اسلامی، یعنی علوم اصلی مراد ما هست، همش 10 10 چیز هست. 10 10 چیز هست، 10 مبادی هست،
10 مقدمه هست، 10 مطلب و یا هم 10 نکته هست. یک، الحد، حد به معنی تعریف، الحد. دو، والموضوع، موضوعش. سه، ثم الثمرة، فایدش. تعریفش چیست؟ موضوع علم چیست؟ از چی بحث میکنه؟ و فایده دانستن از علم مبارک چی هست؟ فایده دانستن از علم مبارک چی هست؟ 4، و نسبت از علم به کی هست؟ و نسبت و فضله، و فضیلت از علم چی هست؟ مرتبهش چی هست؟ والواضع، و واضع، اولین کسی که علم را وضع کرده کی هست؟ کسی که علم را نهاده، وضع کرده کی هست؟ والاسم، و اسم. حد 1، موضوع 2، ثمره 3، نسبت 4، فضیلت 5، واضع 6، هفتمش والاسم، نام از علم چی هست؟ 8، الاستمداد، استمداد از علم چی هست؟ این علم از کجا مدد میگیره؟ از کجا کمک میگیره؟ فایدهش چیست؟ 9، حکم الشارع، حکم الله و پیغمبر در مورد آموختن و یا هم نیاموختن از علم چی هست؟ فرض هست، واجب هست، سنت هست، مستحب است، مباح است، خدا نخواسته حرام است، مکروه چیست؟ مسائل. و دیگه دوم قضیهش مسائل از علم هست. مسائلش از کدام چیزها بحث میکنه؟ شبیه موضوعش که گفتیم. والبعض بالبعض اکتفا، بعضی علما به بعضی از این 10 چیز اکتفا کردن. 10 قضیه خواهد هست، بعضی علما یعنی 1 2 3 ش حتما میگن. ما در هر علم که میخوانیم میگه تعریف موضوع غرض، تعریف موضوع غرض. 3 تا اکتفا کردن. و من در الجمیع، و کسی که احاطه کرده کل از این 10 چیز را در یک قضیه بفهمه و یا هم فهمید، حاز الشرفا، کامیاب میشه، حاز در بر میگیره، نصیب میشه شرف را، منزله و مرتبت از علم را درست میدانه. پس این 10 قضیه ضروری هست. این 10 قضیه خود هر فن هست. اگر علم طب هست، اگر علم هندسه هست، اگر علم ریاضی هست، اگر جغرافیا و تاریخ هست، اگر تفسیر و حدیث هست، اگر فقه هست، اگر اصول فقه هست، اگر منطق هست، همه و همه، اگر صرف و نحو هست، این 10 چیز، 10 نکته در هر علم موجود هست. دانستن این 10 قضیه مهم هست. پس به می خاطر این شعر را که هر سال ما در روز اول میگیم، به می خاطر تا که این اصول را که در یکی 2 روز 3 روز 4 روز ما میخوانیم خسته نشین و این ضرور هست. در حقیقت این مقدمه و مبادی است که ما را در 2.5 ماهی که انشاءالله قرآن کریم میخوانیم کمک میکنه در این علم. علم را که ما میخوانیم در صددش هستیم علم تفسیر، اصول تفسیر و یا هم علوم قرآن هست. اصلی بحث ما خود تفسیر است که انشاءالله میخوانیم که سوره فاتحه شروع و انشاءالله با توفیق الله لا یزال تا سوره و الناس میرسیم. خواه انشاءالله، حتما انشاءالله با کمک الله. خواه 10 قضیه که ما سرش بحث میکنیم اصول تفسیر یا علوم القرآن هست. پس بدون شک بهره و نصیب علوم قرآن یا اصول تفسیر در عصر حاضر ما هم
از دیگه علوم نه کم نیست، بلکه یک مرتبه، یک موازنه بسیار عالی دارند. به این معنا که علمای کرام ثم به ثم، قرن به قرن، عصر به عصر، زمانه به زمانه، یکی پای دیگری به این علم شریف زیاد کمک کردن، خدمت کردن و این علم را همه تو لب و لبابش را بر ما کشیده. اگر بخواهیم به شکل بسیار تفصیلی و اگر بخواهیم به شکل بسیار مختصر، به هر صورت پیدا میشه بر ما. پس متفکرین و علمای عصر حاضر، حرکتها و نهضتهای اسلامی به هر زبان، به هر لسان، در هر منطقه، دی فن شریف، دی علم مبارک خدمات ارزنده را انجام دادن تا که ما تفسیر درست بفهمیم، تا که ما قرآن درست بفهمیم. این علم به ما کمک میکنه که تفسیر بفهمیم و تفسیر مثل که دیروز خدمتان عرض کردم به می خاطر است که ما قرآن بفهمیم و قرآن بفهمیم تا که به او عمل بکنیم. کل زینه هست، پتا پایه هست. علوم القرآن اصول تفسیر میفهمیم به خاطر که تفسیر آسان شود، ترجمه قرآن کریم آسان شود. به می خاطر دوستایی که دیم علوم القرآن زیاد نششتن و معلومات ندارن، خسته کن برشان تمام میشه. مثل چی؟ مثل که ما زمانی که به بام بالا شیم نه، دمی زینه میترسیم که نفتیم، دست خودم قایم میگیریم و خسته کنم از یک پته دیگه پته دیگه پته دیگه پته. خو وقتی که دوام رفتیم باز احساس راحت میکنیم، آرامی میکنیم. ای فنون و ای علوم یا علوم القرآن به تفسیر همی شکل هست، مثل زینه واره هست. دای زینه که احساس خستگی میکنه آدم ظاهرا کم کم، کسایی که به این علم چندان زیاد نششتن در اول خسته ورشان معلوم میشه. خسته نشین، به خاطر که باز سر بام بالا شدن آسان هست، اوجا باز راحتی است. انشالله مطالب را که میخوانیم همش بر ما در تفسیر در زندگی ما کمک میکنه. یک تعریف مختصر از علوم القرآن میگیریم، یک تعریف. بعد از این بازی مسائل دهگانه که جدا جدا هر کدام بحث میشه، هر کدامش میگیریم. به شکل عربی دوستایی که از مدارس و یا هم مکاتب و یا هم پانتون جای دیگه آمدن و یا هم از میخوان که عربیش به شکل بسیار موجز و خلاصه یاد بگیرن، علمای طور تعریف میکنه که البته این تعریف اصطلاحی است، پس آن تعریف لغویش زیاد میپیچیم. اول به شکل مختصری تعریف عرض میکنم، هرچند تعریف باید پس آن ذکر شود خود تا که یک فکره در ما ایجاد شود و باشه. هو العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة هو العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول، من حيث معرفة أسباب النزول وجمع قراءته وترتيبه وما إلى ذلك. هو العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول وجمع قراءته وترتيبه وما إلى ذلك وغيره. یعنی علوم القرآن عبارت از علم هست که شامل می شود بحث های متعلق به قرآن را، مانند معرفت اسباب النزول یعنی شناخت اسباب النزول، جمع قرآن کریم، قرائت قرآن کریم، ترتیب قرآن کریم، ناسخ و منسوخ و ما الی ذلك و غیره.
پس علوم القرآن عبارت از علمی هست که شامل میشه ابحاث و یا هم مسائلی که متعلق به قرآن است، رابطه با قرآن داره. اگر تلاوت قرآن است، اگر تجوید قرآن است، اگر اسباب و نزول هست، اگر ناسخ و منسوخ هست، همیشه شامل میشه. پس هر بحثی که مربوط به قرآن بود دو علوم القرآن هست، یک شاخه از علوم القرآن هست. پس ایرا علمای عصر در تعریف علوم القرآن میگه. اگر بخوایم که تعریف شرح بکنیم پس این خود تعریف اصطلاحی بود. پس میگیم که علوم قرآن دو تعریف داره. یکی را تعریف مرکب یا اضافی میگن و یکی را هم تعریف اصطلاحی و یا هم لقبی میگن. تعریف را که گفتم پسانتر سرش بحث میکردیم، او تعریف اصطلاحی است. یکی گفتیم تعریف اضافی و یا هم مرکب یا ترکیبی هست. مرکب به این معنا که علوم جدا تعریف میشه و قرآن جدا تعریف میشه. و مرکب ایرا مرکب اضافی میگن، مرکب و یا هم تعریف اضافی. تعریف لقبی یا تعریف اصطلاحی عبارت از امی تعریفی است که ما ذکر کردیم که من حیث یک لقب، یک نام، اسم، علم با یک علم گردانیده شده علوم القرآن چی هست؟ هو الابحاث المتعلقه بالقرآن الكريم من حيث اعرابه و ترتیبه و جمعه و ما الى ذلك، بحث هایی که متعلق به قرآن است. او تعریف اصطلاحی. پس وقتی که تعریف اضافی میگیم یا مرکب میگیم علوم جمع علم هست. علوم جمع علم هست. تا که بفهم که علم چی را میگه. و علم نقیض و ضد جهل هست. دانستن ندانستن. عالم مقابلش چی هست؟ جاهل. علم مقابلش جهل. پای بردن نه پای بردن، فهمیدن نه فهمیدن. کلمه علم را علما در لغت به این قسم به ما تعریف کردن که ادراک الشیء علی حقیقته. علم عبارت از ادراک الشیء علی حقیقته، دانستن ماهیت و حقیقت یک چیز را علم میگه. وقتی که میگیم گیلاس چی هست؟ دسته داره، شیشه هست. پس پای بردن بینوی که گیلاس به می شکل هست، آیا شیشه هست، پلاستیک است، چیست؟ اینو میره علم میگه. علم بردن به می چیز؟ به می گیلاس. آب، خاک، آسمان، زمین، سیاره، ستاره، غیره و غیره. ادراک الشیء علی حقیقته، پای بردن دانستن یک چیز از حقیقتش یا به حقیقتش، ایرا علم میگن. با عباره دیگر علم عبارت از پای بردن به اصل و حقیقت یک چیز هست. عین ترجمه امی عربی را که گفتیم. این خود تعریف لغوی علم شد. پس علم را در اصطلاح علما چه نوع تفسیر میکنن و چه نوع شرح میکنن؟ میگن که یطلق على مجموع مسائل و اصول کلیت تجمعها جهة واحدة. این تعریف است که علمای منطق هم در کتابای خود علم همی قسم به ما تعریف کردن، علمای لغت هم تعریف کردن.
یطلق اطلاق میشه على مجموع مسائل بالای مجموعه از مسائل و اصول کلیت و اصول کلی، اصول اساسی، تجمعها جهة واحده که جمعش میکنه در یک چیز. یعنی علم اطلاق میشه بالای مجموعه مسائل و اصول کلی که همه را در یک جهت و یک چوکات جمع کرده، همه را در یک جهت و یک چوکات، یک نطاق جمع کرده. مثل علم صرف، مثل علم نحو، مثل علم بلاغت، یا پیشتر گفتیم مثل علم طب. همه مسائلی که مربوط به طب است داخل علم طب هست. هندسه، فیزیک، ریاضیات، دیگه و دیگه، منطق، صرف، نحو، فقه، علوم حدیث، علوم قرآن و امثالش. پس مقصد ما از علوم قرآن چیست؟ مقصد ما از علوم قرآن در اینجا به خاطر که فهمیده شود و مراد ما از علوم قرآن امو است که در صدد امو علم هستیم تا که امرای آن مباحثی که تعلق به قرآن است داره، مباحثی که متعلق به قرآن است، همراه مباحث دیگه خلط نشه، قطع نشه. هدف ما همیست. پس علما میگه که باید بدانیم که علوم قرآن ممکن است که استعمالش بالای یک فن معین شود، که ما در اینجا در صدد دانستن همی هستیم. علوم قرآن ممکن است که استعمالش یا اطلاقش بالای یک علم و فن معین شود که الحمدلله ما در اینجا دانستن از او مصروف هستیم. و هم ممکن است که در معانی دیگر استعمال شود، مثل امو علومی که قرآن آنها را بیان داشته، علومی که قرآن را بیان کرده. مثل علم عقیده در کجا هست؟ در قرآن است. علم میراث در چی هست؟ در قرآن است. علم فقه مسائلش گرفته شده، فرض، واجب، سنت، مستحب، در قرآن است. اقیم الصلاة، فرضیت نماز، در کجا است؟ در قرآن است. علم زکات و امثالش و اینا را هم از این جهت علوم قرآن میگن. پس علم عقیده از علوم قرآن است، علم فقه از علوم قرآن است، علم میراث از علوم قرآن است، به خاطر که دلائل هر کدام اینها در قرآن کریم ذکر شده، موجود است. علم سلوک، علم تربیه، علم زهد در قرآن است و طرز و طریقه تعلم هر کدامش بیان شده. اما مراد ما در اینجا اصطلاح علوم قرآن هست. مراد ما در اینجا این مسائل نیست که علم عقیده در قرآن هست، علم فقه ما از یا بحث نمیکنیم. در اینجا مراد ما عبارت از علم هست که مشخصاً در قرآن کریم با قرآن کریم ربط داره، یعنی امو تعریف اصطلاحی و متعلق به قرآن، مباحثی که تعلق به قرآن داره. و همیشه که اطلاق شود قرآن کریم به مو علومی که دلالت داره، مثل که گفتیم علم میراث شد و یا هم علم فقه شد و یا هم امثالش. اما مقصد ما در اینجا دانستن ناسخ و منسوخ هست، دانستن تعریف قرآن است، دانستن نزول قرآن است، دانستن جمع قرآن است که قرآن کریم چه قسم جمع شد، چه قسم نوشته شد، قرآن کریم چه قسم نازل شد، مکی کدام هست، مدنی کدام هست، ناسخ کدام هست، منسوخ کدام هست،
سوره های مکی کدام خصائص داره، سوره های مدنی کدام خصلت ها داره، کدام میزه ها داره، کدام ضوابط داره، کدام قواعد داره. پس هدف ما در اینجا است محکم کدام است، متشابه کدام است، اسباب نزول چی را میگه، غریب قرآن یا لغات قرآن چی هست. امی قسم اعراب قرآن، تفسیر قرائت قرآن و امثالش. ای بود تحقیق لغوی و اصطلاحی علم. گفتیم که هرگاه ای را اگر مرکب تعریف کنیم باید علوم جدا و قرآن جدا تعریف بکنیم. کلمه دوم قرآن هست. قرآن امو معجزه خالده و دائمه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که از طرف الله متعال در ظرف 23 سال در دو عهد مکی و عهد مدنی نازل شده. 13 سال در دور مدنی مکی و 10 سال هم در مدینه منوره بعد از هجرت بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده. این را همه ما میفهمیم، همه ما میفهمیم که قرآن امی هست. قرآن کریم خودش میگه که ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ما نازل کردیم قرآن را بالای پیغمبر علیه السلام تبیان، واضح کننده، تفسیر کننده به هر چیز. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما نگذاشتیم در قرآن هیچ چیزی را که مگر بیان کردیم. این را همه ما میفهمیم. اما مراد ما در اینجا دانستن کلمه یا ریشه لغوی قرآن هست. دانستن ریشه، واژه، ریشه یابی خود لفظ قرآن هست که از چی گرفته شده. پس میگیم که تعریف لغوی و اصطلاحی قرآن چیست. بعد از اینکه ما فهمیدیم که قرآن امو معجزه دائمی هست که از طرف الله متعال به پیغمبر علیه السلام داده شده و تا قیامت باقی هست، نه تغییر میخوره و نه هم تبدیل میشه. هیچ چیز دو پیش نمیآید و هیچ کسی هم از این شانه خالی کرده نمیتونه، انکار نمیتونه که در 14 قرن یا تقریبا 1,500 سال یک نکته، یک کلمه، یک حرف را در قرآن نه زیاد کرده تانستن و نه هم کم، که پسان انشاءالله در قضایای بعدی مکمل میگه. پس قرآن تعریف لغویش چیست؟ علما اتفاق دارند که کلمه قرآن نه حرف هست و نه فعل، نه حرف است و نه فعل. در خود متفق هستند. پس وقتی که نه اسم شوه، نه حرف شوه و نه هم فعل، پس چی میشه؟ اسم میشه. بخاطر که تمام کلمات عرب از 3 چیز خالی نیست، مثل که ما در صرف بایی میگیم اسعدک الله تعالی فی الدارین، بدان که جمله کلمات عرب به 3 قسم است، اسم است و فعل است و حرف. صرف بایی میگه، میزان صرف میگه، صرف میر میگه، زنجانی و زرادی میگه. پس در خود اتفاق داره علمای لغت، علمای علوم قرآن، که کلمه قرآن نه فعل هست که دلالت به انجام یک کار در زمانه معین بکنه. فعل عبارت از حادث یا انجام یک کار در زمانه معین، مقترن به یک زمانه معین، یا ماضی یا حال و یا هم آینده است. و نه هم حرف هست. حرف هموست که به ذات به یک معنی خاص دلالت نمی کنه تا کورا مقترن به یک چیز نکنی، به یک کلمه نکنی، یا اسم و یا هم فعل. و یا هم اسم است که دلالت به معنی معین و مشخص می کنه،
بدون احتیاج و بدون تعلق به زمانه ماضی، حال و یا هم استقبال. این اسم هست. پس در مورد قرآن اتفاق دارند که نه حرف است و نه هم فعل. پس چی هست؟ اسم هست. جزاکم الله خیر. اما در تعریف لغوی لفظ قرآن علما اختلاف دارند. بعد از اینکه اتفاق دارند که نه حرف هست و نه فعل بلکه اسم هست، پس به این اختلافشان هست که آیا قرآن لفظ مشتق هست و یا هم جامد. به خاطر که اسم دو نوع داریم، یکی مشتق و یکی هم جامد. مشتق که از او دیگه چیز اشتقاق میشه، جامد که خشک هست، خشک هست، از او چیز اشتقاق نمیشه. و باز به مو کتابکای خورترک صرف، اصول صرف به حساب بسیار خورد بر ما معلوم میشه، کتابای کلان هست. برمیگردیم که چقدر به درد ما میخوره. اسم مشتق را صرف بایی میگه که اسم مشتق همو است که در معنی فارسی از او در آخرش ت و نون یا دال نون بیاید. مثل میگه الضرب و زدن و القتل و کشتن. پس این مشتق است. الضرب و زدن مشتق است، از این اشتقاق میشه ضربه، ضربا، ضربو، ضربه، یضربو، ضاربون اسم فاعل، اسم مفعول مضروب و امثالش. القتل کشتن، الاکل خوردن، الذهاب رفتن و امثالش. میگه جامد امو هست که در آخر معنی فارسی از او ت و نون یا دال نون نمیآید. مثل الفرس، اسب. اسب فعل نیست، اسم هست. پس در خود لفظ قرآن علما اختلاف دارند، بعد از اینکه متفق هستند که اسم هست، که آیا جامد هست و یا هم مشتق. عده‌ای از علما به این نظر هستند که قرآن لفظ جامد است، لفظ جامد هست، یعنی چیزی از این اشتقاق نمیشه. و این یک علم نشانه، یعنی علم مرتجل و نشانه گردیده به قرآن کریم. قرآن در کل دنیا، در گوشه گوشه دنیا بگوی قرآن، میگه اونمو قرآنی که مسلمان ها برش ایمان داره. محمد صلی الله علیه و سلم، امو کسی که قرآن بالاش نازل شده. پس قرآن یک علم مرتجل، نشانه هست با یک کتاب مشخص که بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده که پیشتر او را گفته. اما این نظر بعضی هست که گفته عده از علما. جمهور به این نظر هستند که لفظ قرآن مشتق است، جامد نیست، مشتق است. خب سعی کنین که آسان هست. اول اتفاق کردن که قرآن نه حرف است و نه هم فعل. خیلی چی شد؟ اسم شد. در اسم اختلاف کردن که آیا مشتق است و یا هم جامد. یک تعداد گفت جامد است، خلاص شد، خلاص دیگه. جامد که گفت دیگه گپش خلاص شد. برخی دیگه جمهور است، اونا میگن که مشتق هست، لفظ قرآن مشتق هست. بعد از این که میگن مشتق هست، در اشتقاقش باز اختلاف دارن. در اشتقاقش چی دارن؟ اختلاف دارن که آیا مشتق از چی هست؟ از قرنه هست و این نونش اصلی هست و یا هم نونش زائد هست؟ از اصل کلمه هست و یا هم نه؟ و اون خاطر که میگیم علوم القرآن، به این خاطر که ریشه خود قرآن رو بشناسیم، از کلمهش بفهمیم که به چی آمده.
بعد از اینکه اتفاق دارن با اینکه لفظ قرآن مشتق است، در اصل اشتقاقش و مشتق تعریف کردیم که چی بود. اختلاف دارن که مشتق و گرفته شده از قرانه، یعنی امین نونه که در آخر هست اصلی هست، از اصل کلمه هست، و یا هم زائد هست. قرانه فعاله ضربه، پس امین نونه که در آخر هست اصلی هست و یا هم زائد. پس در صورتی که این مشتق باشه از قرانه شوه و نون اصلی گفته شوه، پس قرآن به معنی جمع و یک جا کردن است. قرانه باز به معنی یک جا کردن، یک جا شدن است، در صورتی که نونش اصلی باشه، نونش که در آخر هست اصلی باشه. از قرانه الشیء بالشیء، پیوست کرد، یک جای کرد چیزی را به چیزی، در صورتی که نونش اصلی باشه. در این صورت باز قرآن عبارت است مجموعه از سوره ها و آیاتی است که در آن جمع شده. در صورتی که نونش چی شوه؟ اصلی شوه. قرآن عبارت است آیات و سوره های است که دمی مصحف دمی یک کتاب جمع شده، که به معنی جمع شدن و یک جا شدن بیان. اگر قرآن نونش اصلی نباشه و زائد باشه، بازی گرفته شده از قرأ به معنی خواندن، قرأ خواند. دیروز در تلاوت خود قاری صاحب خواند که اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بخوان به نام پروردگارت که پیدا کرد انسان را، پیدا کرد مخلوقات را. باز در این صورت اگر قرآن مشتق از قرأ شوه، در این صورت همزه اصلی هست قرأ، نونش زائد هست و حرف زائد در فعل مثل که ما داریم، نه یکی ثلاثی مجرد داریم، یکی مزید فیه داریم، یکی رباعی مجرد داریم، یکی مزید فیه داریم. که در ثلاثی مجرد مثلا میگه فا و عین و یک لام، فعل. و یکی هم مزید داریم که از زیاد میشه، مثل اکرم افعل، اوجا که شده. و همی قسم رباعی یک فا و عین و دو لام هست، فعلل، مثل دحرجه. یکی مزید داریم که از همی یک فا و یک عین و دو لامش چیز اضافه میه، یک حرف، دو حرف تا سه حرف اضافه میه، مثل استفعل که در ثلاثی مزید میه، افتعل و امثالش. و اینون زائد می باشه، یعنی قرآن بر وزن غفران، قرآن بر وزن غفران می آید. اینمی قول اکثر علما هست که قرآن از قرأه هست، نونش زائد هست، همزش اصلی هست، به معنی خواندن هست. و اکثر علمای لغت مثل امام زجاج و غیره هم اینمی قول اکثر می دانند و این قول اکثر علمای علوم قرآن هم هست. تا اینجا فهمیدیم؟ الحمدلله. پس بنابراین که کلمه قرآن مصدر و ماده قرأه شوه، باز در این صورت گفتیم به معنای چی می آید؟ تلاوت و خواندن. اما این را باید فراموش نکنیم که تعدادی که گفته بود که ای از قرانه هست، نونش اصلی هست به معنای جمع و یک جا شدن، و یا هم از قرأه به معنای خواندن شود که نونش اضافی شود، هر دو معنا در قرآن است. هر دو معنا را قرآن ذکر کرده. مثلا آیه 17 و 18 سوره قیامه میگه که
ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. هر دو معنا را داره. ان علینا یقینا بالای ما هست، جمعه جمع کردن از این قرآن، و قرآنه و خواندنش، نازل کردنش، یک جا کردنش. پس همین قسم میگه که فاذا قرأناه، هر وقتی که ما ایره تلاوت کردیم، قرأناه یعنی جبرائیل بالایت خوان، و همین قسم قرأناه هر وقتی که ما ایره جمع کردیم، نازل کردیم، بالایت آمد، فتبع پس پیروی بکو قرآنه، از امون تلاوت کرده شده ما که جبرائیل برات خوانده، از امون جمع کرده شده ما که جبرائیل برات نازل کرده. پس وقتی که ما خواندیم از خواندنش پیروی کن. یعنی قرآن به معنی خواندن و هم جمع کردن هر دو آمده. این تعریف لغوی چی هست؟ قرآن هست. تعریف شرعی قرآن. تعریف شرعی قرآن. پیش از این که تعریف شرعی قرآن بگوییم، یک سوال در ذهن ما ایجاد میشه که مثلا ما شاید ایجاد شود چرا اینجا تعریف شرعی میگیم؟ تعریف اصطلاحی نگفتیم که تعریف اصطلاحی قرآن چیست؟ آیا در بین تعریف شرعی و تعریف اصطلاحی فرق هست و یا نه؟ بله، در بین تعریف اصطلاحی و در بین شرعی فرق هست. فهمیدیم؟ در بین تعریف اصطلاحی و تعریف شرعی فرق هست. هر دو از هم جدا هستند. تعریف شرعی تعریف را میگه که او ماده، او کلمه در قرآن ذکر شده باشه، حکمش در سنت ذکر شده باشه، مثل لفظ خود قرآن. آیا قرآن در قرآن ذکر هست؟ نیست. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. صلات، نماز، آیا در قرآن ذکر هست و یا نیست؟ هست. زکات در قرآن هست؟ نه. پس صوم، روزه، حج، جهاد، قتال، دعوت، هر کلمه که ذکرش در قرآن و در سنت، یعنی در عصر پیغمبر صلی الله علیه وسلم معروف بود، پس او را علما تعریف شرعی میگن. تعریف چی میگن؟ شرعی میگن. هر علم، هر ماده، هر کلمه که اصطلاحش در قرآن و سنت نبود، پس آن علما او را من حیث یک علم به ما تعریف کردن، او تعریف اصطلاحی است. او تعریف چی هست؟ اصطلاحی است. مثل علم اصول فقه. یا اگر فکر کرده باشیم پیشتر ما که علوم القرآن تعریف کردیم، گفتیم علم تعریف اصطلاحی علوم قرآن، نگفتیم تعریف شرعی، بخاطر که علوم القرآن من حیث همی علم در زمان پیغمبر علیه السلام خود نبود دیگه، در زمان صحابه نبود. در قرآن که علوم القرآن چی را میگه خود نیست ذکرش، بخلاف نماز، بخلاف خود قرآن، بخلاف لفظ زکات و امثالش. اصول حدیث، علوم حدیث، اصول تفسیر، علم منطق و امثالش، همه از این را باز تعریف اصطلاحی میگیم، نه تعریف شرعی. فهمیدیم فرق بین تعریف شرعی و تعریف اصطلاحی؟ پس میگیم که تعریف شرعی قرآن چی هست؟ در تعریف شرعی قرآن دو نوع تعریف را ما در کتابای خود پیدا میکنیم. یکی تعریف را که علمای اصول فقه کمی طویلتر به ما بیان کرده، و یکی تعریف مختصر را که علمای علوم قرآن به ما بیان کرده. علمای اصول فقه اینطور به ما قرآن را تعریف میکنه که البته تعریف چی؟ شرعی. یا تعریف شرعی. کتاب الله المنزل،
کتاب الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة وهو النظم والمعنى جميعا. القرآن هو كتاب الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة وهو النظم والمعنى. حتی تعداد از جميعا حتی تعداد علما از ذکر کرده هم بعض قیدا را در تعریف زیاد میکنن. المكتوب في المصاحف المحفوظ على الصدور یا في الصدور المقروء على الألسنة، کل قیود ذکر میکنن. یعنی قرآن عبارت است کتابی هست که نازل شده بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم، نوشته شده در مصاحف و نقل شده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم با نقل متواتر بدون شبهه. و اینمی قرآن اسم هست هم به لفظ و هم به معنا هر دو. یعنی تنها لفظ قرآن هم قرآن نیست، تنها معنی قرآن هم قرآن نیست، بلکه اسم است هم بالای لفظ و هم بالای معنا. با مخاطر ترجمه قرآن نمیگن. اگر ترجمه قرآن ما در نماز بخوانیم بگوییم که ایواز بگوییم الحمدلله رب العالمین، بگوییم همه حمد و ثنا و صفت از آن الله است که رحمان و رحیم است، مهربان و بخشاینده است، پادشاه روز جزاست، خواسته را عبادت میکنیم، نماز نمیشه. و این قرآن نیست. ای را زن حایزم خوانده میتونه ترجمه شه، نفاسم خوانده میتونه، جنوبم خوانده میتونه. این قرآن نیست. این قرآن نیست. هم نظم و هم معنا هر دو یک جا باید باشه. المکتوب فی المصاحف، نوشته شده در مصاحف. مصاحف جمع مصحف، کتاب، اوراق. نقل شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم به نقل متواتر پیا پای که هیچ کس انکار از او را کرده نمیتونه بلا شبهه. و این اسم هست به معنا و به اسم هر دو. نکته قابل بحث در اینجا که بر ما نو معلوم میشه این است که فرق در بین مصحف و قرآن هست و یا هم نه. بخاطر که مثل که ما در بین تعریف شرعی و تعریف لغوی کردیم، بعضی میگه مصحف شریف، بعضی میگه قرآن شریف. آیا هر دو فرق هست و یا هم نه؟ بله است. در بین مصحف و در بین قرآن علما فرق کردن. علما فرقش تو کردن که یک فرق لغوی داره که قرآن جمع نمیشه، واحد و تثنیه کلش یکی هست، جمعش یکی هست، هیچ وقت از خود جدا جدا نمیشه که قرآن و قرآنان قرآنات جمع نمیشه. هرچند تعدادی از طلبه لغت عربی در کشورهای عربی هم قرآنات میگه، غلط است. قرآن از خود جمع نداره، اما مصحف جمع داره. مصحف، مصحفان، مصاحف جمع میشه. یک فرقش. دوم فرقش، قرآن غیر از کتاب منزل بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم اطلاقش بالای هیچ چیز دیگه ما کرده نمیتونیم. مثلا قرآن را که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نوشته کرد در وقتش بود، قرآنی که از کلمات دیگه و از سینه ها و از دیگه و دیگه جمع شد در یک مصحف در عهد خلافت ابوبکر صدیق، او را گفته میشه که مصحف ابی بکر، مصحف عمر، مصحف علی، مصحف مکی، مصحف شامی، مصحف مدنی گفته میشه. اما قرآن را قرآن ابی بکر گفته نمیتونیم.
قرآن علی گفته نمیتونیم، قرآن عمر رضی الله عنهم اجمعین گفته نمیتونیم، قرآن مکی، قرآن مدنی، قرآن شامی، قرآن کوفی گفته نمیتونیم. مصحف کوفی گفته میتونیم، مصحف مکی گفته میتونیم، مصحف شامی گفته میتونیم، اما قرآن را نسبت به هیچ چیز دیگه کرده نمیتونیم. پس بین هر دو فرق هست.